سومین نمایندگی رستوران بانوان در شهر نو کابل افتتاح شد. سمره محمدی، مؤسس این رستوران‌های زنجیره‌ای، 3 سال قبل اولین نمایندگی این رستوران‌ها را با سرمایه 4000 افغانی بنیاد نهاده است. هدف من است که بتونیم همیشه خانم‌ها سرپای خود باشه، کار بکنن، زحمت بکشن، اما دستپخت عالی و مزه‌داری که برای فامیل در خانه می داشته باشن بتونیم او را پیشکش کنیم در بیرون و دیگه هم شهری‌ها مستفید شوند. در این رستوران غذاهای مختلف از قبیل انواع هوسانه‌ها، جرمن رول، کباب، شورمه، آیسکریم و شیریخ تهیه شده و برای مشتریان عرضه می گردد. خوشبختانه ما هم حضوری مشتری داریم، هم آنلاین مشتری داریم و بخش آنلاین خواستیم که اینجا یک دکانی را بگیریم، شروع به کار بکنیم که سفارش شورنه بتونیم به بسیار خوبی برسانیم برای ازایی که سفارش می داشته باشن آنلاین البته و فعلا مشتری شکر از خوب است. بانو محمدی از طریق ایجاد این رستوران در کنار زنان برای مردان نیز زمینه کاری فراهم کرده است. او میگوید فروشات خوبی داشته و مشتریان زیادی دارند. هر خانم میتونه از 4 الی 5000 افغانی کار شروع بکنه و تا لکها عاید داشته باشه و مشکل خود و دیگر خانمایی که امرشان هم کار میباشه حل بسازه. ما فعلا در می رستوران که آغاز کردیم، بخش چتنی و ترشی ما یک طرف فعالیت داریم، یعنی ما بخش میخوایم اینمی کارهایی که خانم‌ها داره برش جای آماده کنم و فعالیت داشته باشیم. وی می افزاید که در آینده پلان‌های زیادی دارد و می خواهد که نمایندگی‌های رستوران بانوان افغان را به ولایات نیز گسترش دهد.